سلام، طاهری سفر هستم. با اخبار امروز جمعه 11 سپتامبر همراه شما. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند ضمن عملیات بر ضد گروه مسلح به رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع 14 عضو این گروه را دستگیر کردند و 3 نفر دیگر خودشان تسلیم شدند. وزارت امور داخلی روز 11 سپتامبر با نشر بیانیه رسمی گفت در نتیجه عملیات در دره رامیت در روزهای 9 و 10 سپتامبر همچنین 4 عضو مسلح گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به نام حاجی حلیم محو کرده شدند و گفته مقامات در بازداشت این افراد ساکنان عادی کمک کردند. عبدالحلیم نظرزاده و گروه از طرفداران او به حمله‌های خونین بامداد 4 سپتامبر به شهرهای دوشنبه و وحدت متهم می‌شوند که در نتیجه این حمله‌ها 9 افسر میلیسا کشته شدند. سیاستشناسان و مقامات رسمی تاجیکستان در یک نشست در دوشنبه مسائل سیاسی خارجی کشور و تحولات اخیر در عرصه بین المللی را بررسی کردند. در این نشست در روز 11 سپتامبر در مرکز مطالعات استراتژی گفته شد که با نظرداشت شدت گرفتن رقابت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های جهانی نگه داشتن توازن در سیاست خارجی مشکل تر شده است. و منطقه آسیای مرکزی تاجیکستان در اینجاست. روسیه نفوذ دارد، چین نفوذ دارد، امریکا نفوذ دارد، اتحاد اروپایی نفوذ دارد. بنابراین وقت معین کردن سمت‌های سیاست خارجی حتما منفعت‌های ژئوپلیتیکی این کشورها به نظر گرفته می‌شود. تاجیکستان چندین سال است که سیاست خارجی درهای باز را پیش گرفته است و میگوید آماده همکاری با هر کشور است. وزارت امور خارجه گفته است پیش از همه رابطه با کشورهای همسایه و از جمله چین و ازبکستان از اولویت‌های سیاسی خارجی تاجیکستان می باشد. در شهر دوشنبه مراسم‌های گرامیداشت خاطره احمد شاه مسعود جنگ سالار معروف افغانستان و برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق این کشور ادامه دارد. روز 10 سپتامبر در مراسم با نام هفته شهید در سفارت افغانستان خاطره این دو چهره شناخته را گرامی داشتند و از نقش آنها در خاتمه جنگ داخلی خونین در تاجیکستان و رسیدن به صلح در کشور سخن گفتند. در تاجیکستان هر سال در سالگرد هلاکت احمد شاه مسعود محفل گرامیداشت یاد او برگزار می شود. احمد شاه مسعود یک رهبر ائتلاف ضد طالبان 9 سپتامبر سال 2001 در حمله مرگ طلبانه کشته شد. برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان را یک فرستاده طالبان ماه سپتامبر سال 2011 در خانه‌اش کشت. بنیاد خیریه آقاخان در شهر دوشنبه مرکزی تشخیص طبی را باز کرد که برای دردمندان از گوشه و کنار تاجیکستان خدمت می‌رساند. در این مرکز که با تجهیزات معاصر طبی مجهز شده است، طبیبان می‌توانند گرفتاران بیماری‌های گوناگون از جمله بیماری‌های چشم و دندان را معالجه کنند و تشخیص‌های گوناگون دقیق طبی انجام دهند. در این مرکز روز 11 سپتامبر به رادیوی آزادی گفتند 2 روز اول تشخیص بیماران و مشورت‌های طبی رایگان است و به مرکز طبیبان صاحب تجربه به کار جلب شدند. در شهر کولاب نخستین مجسمه عائله خوشبخت قامت افراخت که رمز زندگی آرام و آسایشته یک خانواده تاجیک بوده است. مجسمه در نزد خانه بخت یا اداره ثبت اسناد کولاب واقع شده است که برای بنیاد آن حدود 3 میلیون دلار صرف کردند. افزایش طلاق در تاجیکستان در سالهای اخیر مقامات را مجبور کرد سال 2015 را سال عائله اعلام کنند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیوی آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیوی آزادی برای تلفن‌های همراه.